انسانی که محبت الله در قلبی باشه در عبادت الله باز غافل نمیشه، از عبادت الله فرار نمیکنه، از مواجه بودن با الله و از راز و نیاز با الله خسته نمیشه. قلبش در مقابل الله خاشع است. ما این حالت نداریم، از عبادت خود فرار میکنیم، از ملاقات پروردگار خود فرار میکنیم. توقعی نجات در روز قیامت را داریم، توقعی رسیدن به رضایت الله و ملاقات پروردگار خود داریم. با چی چیزه؟ با ایمانهای ضعیف ما که با کوچکترین فشار ازش فرار میکنیم، با عبادتهای ما که اوج سراسر از ریا و عجب و گناه و تکبر و غرور و ریاست. خود دیندارم فکر چی چیز داریم؟ از مرگ خود بترس که تنها روی بگور، با منکر و نکیر جوابت دادنیست. چون حضرت رسول خدا در جهان نماند، چون حضرت رسول خدا در جهان نماند، کس را چی اعتبار که بنابود بودنیست. از گوش خیش مشنوی که آن فلان نمان، در گوش دیگران خبرت هم رسیدنیست. این نام زندگی که نهادن مر تو را، این نام زندگی که نهادن مر تو را. از مرگ خود بترس که تنها روی بگور، با منکر و نکیر جوابت دادنی.